تعدادی از اداره‌های دولتی برای ارتباط مستقیم با مردم وایبر و واتساپ را فعال کردند. راسو 20 روزی پیش از مشکل آن همین بینای نوساخته که در پس من می‌بینید با شهردار دوشنبه توسط پیام‌رسانی وایبر شکایت نوشته بودم. زیرا شهردار دوشنبه چند ماه پیش با اعلان شماره تلفنی که در آن وایبر فعال شده است از ساکنان خواسته بود که از دلخواه کمبودی در سراسر پایتخت با آنها شکایت کنند. ولی طوری ما می‌بینیم دوام این 20 روز هنوز پاسخ نرسیده است. چند روز پیش هم با همین مضمون با پیام‌رسانی آژانسی مبارزه با فساد هم که برای رسیدگی به مشکل ساکنان اعلان کرده بود چنین پیام را ارسال کرده بودیم. ولی به نظر می رسد که چنین پیام ها را نه شخصانی اول بلکه کارمندان پایان از آنها می خوانند و مردم روزها و ماهها انتظار پاسخشان می شوند. تعدادی از ساکنان که تجربه مراجعت از طریق پیام‌رسان‌های مقامات حکومت تاجیکستان را داشتند این اقدام را به مسئله خواجه باغداری دارم تشبیه می‌دهند. عرض شکایتی که مقصد طریق حجت‌گذاری مقصد پیشنهاد میشه تو نمیشه کلی و بر واتساپش یا طرف دیگه. ساکنان میگویند اگر مقامات رابطه خود را با مردم زیچ کردن است باید به مراجعت‌ها پاسخ دهد و از تدبیرشان آنها را آگاه کنند. من مثلا سنه 14 دکبر سال 2017 اویدی یک قاعده ویرانکنی در راه با وایبری وزارت کارهای داخله نوشتم. در اونجا من گفتم که رقم ماشین رو نوشتم و تمغه ماشین رو و گفتم که همین ماشین ضمن حرکت قاعده حرکت راه را ویران کرد و قریب به ماشین ما برمیخورد که میتوانی صدمه به وجود آید. لیکن من از تقدیر همین پیامی رساندم آگاه نیستم، نمیدونم که همین پیام رسید به دست مقامات یا نه یا اینکه اویدی همین راننده گویم که نکسی سفید که قاعده رو ویران کرد و حالت صدمه‌ای رو قریب تشکیل میکرد چاره اندیشیدند یا نه اندیشیدند. حکومت شهر دوشنبه، وزارت کارهای داخلی، آژانسی مبارزه با فساد، حکومت ولایت سوخت و مقامات چند ناحیه دیگر شماره وایبر و واتساپشان را اعلان کردند. بعضی از نهادهای دولتی می‌خواهند برای قبول شکایت مردم یک گروه خاص تأسیس دهند چون که شماره عرض و شکایت‌ها زیاد می‌شود و باید امکان پاسخ و رسیدگی به آن پیام فراهم باشد. خود رئیس فیزیکی است که نمی‌تواند که به هر امکان ندارد که به هر یکی آنها جواب دهد و فکر می‌کنم البته این در حاضرم و در آینده هم کاری دسته یا گروه خواهد بود که مخصوص کرده شده است که با مراجعت شهروندان جواب دهند و شاید نه همه آن مراجعت ها تا رئیس ولایت یا رئیس شهر یا رئیس یگان ساختار دیگر میرسد و همون گروه جواب میگوید. یعنی منتظر شدن که حتما مراجعت ما رو خود رئیس، خود وزیر یا یگان شخصی منصبدار میخواند و جواب میگوید و فکر من درست نیست. تعدادی از ساکنان میگن به دنبال این اقدام به درخواست و شکایت‌های سالها بازمانده‌شان جواب گرفتند. وایبر خط نوشتیم مدت 2 روز مدت جواب اومد، مکتوب جوابنامه اومد که مدت یک هفته کارگرامو رفتن میبینن اومده دیدن زمینای چین کردن و سیب کداجا وعده دادن که دوباره یک هفته پس ساختمان سر میشه. اومدن زمینای چین کرده دیدن که طلبات جوابگو است. در گذشته ما با رئیس پیشتر رئیس شهر مراجعه نمودیم، خطی کاغذی بود نایستگی بودیم به جواب بود. با رئیس نویه سینان پیشترنگی ما مکتوب نایستگی خطی بود به جواب آن موندگی بود. قبلا اکثر مقامات تلفنی باوری داشتند. اکنون با باز شدن وایبر و ایمو و واتساپ شهروندان می توانند ارزی خود را با دلایل ویدیویی، آوازی و تصویری پور نمایند.